سلام خدمت شما دوست عزیز. امیدوارم هر موقعی که این ویدیو رو میبینید خوب و خوش و سلامت باشید. توی این ویدیو بچه‌ها توی یه جمله بگم راجع به چی میخوام صحبت کنم. Don't stop believing. باور داشتن رو متوقف نکن. حالا داستانش چیه که اینو میخوام بگم و چی شده که الان اینجا نشستم داریم با هم صحبت میکنیم رو بهتون میگم از کجا شروع شده. این ویدیو بچه‌ها اگه بخواید دسته‌بندیش بکنیم برای تریدرها میشه تو زمینه روانشناسی ترید. حالا اون لفظش خیلی برام مهم نیست چه جوری دسته‌بندی می‌کنیم. فکر کنم صحبتایی هم که هست لزوما برای تریدرها نیست، یعنی برای هممون تو همه جوانب زندگیمون میتونیم ازش استفاده کنیم. چیزی هم نیست بگم بچه‌ها من الان نشستم دارم به شمایی که وقت گذاشتین این ویدیو رو می‌بینید میگم، نه، یه رشته صحبت‌ها و رشته افکاری اومد تو ذهنم به واسطه حالا داستانی که بهتون میگم که قطعا مخاطب اولش خودم، یعنی دوست دارم این ویدیو آماده بشه یک بار یا چند بار ببینم و قطعا دوباره صحبتایی که اینجا حالا به زبون میاد خودش باعث یه رشته افکار دیگه و درست کردن یه سری مایندست ها میشه. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که دیشب برای دومین بار تصمیم گرفتم فیلم اینترستلار رو ببینم. نمیدونم فیلم رو دیدین یا نه. اگر ندیدین یا اگر با دقت ندیدین توصیه میکنم حتما این فیلم رو ببینید و قبل از اینکه این فیلم رو ببینید برین راجبش بخونید. یعنی اصلا داستان‌های علمی که پشتشه، فکتایی که تو این فیلم هست خیلی باحال‌تره، خیلی باعث میشه که با دید دیگه‌ای به این فیلم نگاه کنید. من اولین باری که دیدم همون سال 2014 10 سال پیش بود، تازه اومده بود، تب و تابش داغ بود و به دید یک فیلمی که حالا خیلی ترند شده دیدم و اصلا درک نکردم و خیلی هم باش حال نکردم. دیشب نمیدونم چی شد و تصمیم گرفتم که نمیدونم چی شد، به خاطر موسیقیش بود. من خیلی موسیقیشو دوست دارم. سفر قبلی که بودم طبیعت آسمون فوق‌العاده‌ای داشت، یا آسمون فوق‌العاده‌ای داشت. با دوستام کنارش نشسته بودیم و شما تصور کنید توی دشتی هستید، دو طرفتون جنگل. حالا یه عکس ازش میذارم وسط این ویدیو اگه عکس خوب داشتم. دو طرفتون جنگل، یه دشتی و آسمون فوق العاده پر از ستاره. با 3-4 تا از دوستام دور آتش نشسته بودیم. دوستم یهو آهنگ فیلم اینترستلار رو پخش کرد و من یهو چشم از اون آتیش تو هوایی که تقریبا سردم و مثلا دیوونه شدم. گفتم برگردم دوباره فیلمش رو ببینم. برگشتم اول راجبش خوندم و دیدم چه اصلا فکتای علمی پشتشه. ببینید حتما. و دیشب نشستم فیلم رو ببینم. من یه عادتی دارم عموما وسط فیلم دیدن عموما 90% مواقع خواب میرم. دارم فیلم میبینم خواب میرم. مثلا عادت کردم من فیلم رو مثلا 2 قسمت یا 3 قسمت میبینم خواب میرم، بعد حالا فرداش بیدار میشم بیام ادامه‌شو میبینم. تا اینجای فیلم رو دیدم که اون شخصیت اصلی که اسمش یادم نیست اومده بود پشت کتابخونه خودش و داشت با دخترش صحبت میکرد. صبح بیدار شدم و ادامه‌ش رو دیدم. 30 دقیقه پایانی رو اونجایی که این با التماس داره با اون نشونه هایی که حالا یا خاک میریخت یا اون عقربه ساعت رو حرکت میداد به زبان مورس با دخترش صحبت میکرد و میگفت بمون. داشت دخترش میگفت که به خود اونجاش خود اون لحظهش بگه که بمون نرو. و اصلا مو به تنم سیخ شده. یعنی همین الان دارم میگم اصلا خیلی جالب، خیلی جذاب، اصلا محو این سکانس بودم. و یهو چشم افتاد به تراس، چند تا گلدونی که داریم نشستگی نکردیم با خوش شدن، دیدم یه شاخه خوش شده علف هرزی کناری در اومده که داره اینجوری تکیه می‌کنه. و بچه‌ها آدم یه موقع یه محتوای درستی بیاد تو ذهنش هم توی فرکانس دریافت بشه، واقعا بخواد اطلاعات درستی که اومده با اون چیزی که داره میبینه، میگن نشونه ها رو دریافت، دنبال پیدا کردن نشونه ها باشه. خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. شاید خود من اصلا یه موقعی باشم به عنوان چیز عادی ببینم، نخوام راجبش فکر کنم، یا اصلا یکی باشه به این قضایی اصلا باور نداشته باشه، ایمان نداشته باشه. من خودم به شخص خیلی دوست دارم در وضعیتی باشم که بتونم فکر کنم و از نشونه ها یه چیزی، یه بهانه‌ای برای فکر کردن برای لحظه زندگی ازش در بیارم. یهو دیدم این شاخه داره تکون می‌خوره. بعد تو ذهنم اومد که اصلا شاید میتونی به این دید بهش نگاه کنی، این شاخه
خود تویی که حالا نمیدونم 70 سال 80 سال هرچی زندگی کردی رفتی از این دنیا، اومده تو بعد چهارم و پنجم از بعد زمان حرکت کرده و اومده به الان به توی 29 ساله داره با این حرکت شاخه یه چیزی میخواد بگه. این داستان همون فیلم. شاید خود منه چند ده سال آینده که اصلا رفته از این دنیا، زندگی کرده، کلی داستان، کلی تجربه، کلی بالا پایین و واقعا زیستنش تو این جهان تموم شده و برگشته و الان داره با این حرکت این شاخه. حالا فیلم میگیرم بچه‌ها، دقیقاً بهتون میگم کدوم شاخه میگید. فیلم گرفتم میذارمش وسط این گذاشته داره یه چی به من میگه. بعد فکر کن حالا تو همون فضای فیلم اینترستلار داره موزیک پخش میشه، اون سکانس من یه چشم افتاده به اون شاخه، گفتم اگه داره بهم یه چی میگه، چی داره بهم میگه؟ اگه این حرکت این شاخه یه جوری مثلا اونم داره با زبان مورس با من حرف میزنه، چی داره بهم میگه؟ و یه تیکه از یه آهنگی که خیلی دوستش دارم، Don't Stop Believing، این اومد تو ذهنم. حالا این بچه‌ها داستانش چیه؟ میگم اینا همش بهانه است که من انگار یه جورایی دارم بلند با خودم فکر میکنم و امیدوارم برای شما هم مفید باشه و این باعث بشه شما هم با خودتون فکر کنید. شاید نیازی که اون موقع آدم داره، رشته افکاری که اون موقع داره ذهنشون با هم کرده، یه جرقه‌ای بشه برای حل کردن آسونه بود، برای کنار اومدن آسونه بود. و خودم بچه‌ها این الان خرداد 1403 دارم میگم ضبط میکنم. 5-6 ماه گذشته زندگی شخصی مثل پروژه های پیاپی بود که منو از یه جوری روتین زندگی عادیم خارج کرد. اولینش که خب یه جایی بود که پروژه سربازی رسیده بود به جایی که خیلی خطرناک شده بود. یعنی یه جا بود که خب باید طی یه ماه یا 2 ماه تو همون مسیر آسون سربازی، حالا یه ویدیو جدا بگیرم داستانش جالبه بگم بهتون، طی یه ماه یا 2 ماه پروژه سربازیم تموم بشه. یه جا بود که واقعا نزدیک بود من سربازی بشه سربازی عادی، برم لب مرز و تو پروژه. شما ببین وسط زندگی هستی یهو حالا به خاطر اهمال کاری خودم یه همچین اتفاقی میفته، چه استرس. پروژه سربازی بود و کلی کار و من تقریبا میشه گفت از اول زمستون 402 از اون روتینه خارج شدم که اون خارج شدن از روتینه اولش اذیت کرد، ولی چون پروژه از منطقه امن بود یه سری اتفاقات خیلی خوبی هم افتاد. بعد همین 1-2 هفته گذشته چند تا پروژه تو ذهنمه. این پروژه ها رو میخوام استارت بزنم، از جنس کارهاییه که خیلی دوستشون دارم. خروج از منطقه امن، کار جدیده برای من، جسارت میخواد. ببین از این چیزا اصلا میخواد خارج بشه، جسارت میخواد. و فکر کن تو ذهنت داری هی اینا رو مرور میکنی، آقا من این کارو چیکار بکنم، اول اینو انجام بدم، اونو انجام بدم، چجوری اون کارو شروع بکنم، چجوری این پروژه رو برنامه‌ریزی کنم، هی چه جوریا میاد تو ذهنت. بعد ترس میاد که نه نمیشه، آقا این چند تا کارو با هم نمیشه. تو فکر کن دیگه وقتی آدم زیاد فکر میکنه لزوما منفی نیست، توی یه سری چیزا رو داری تو ذهنت اول علاجی میکنی، بعد اینو بیاری رو کاغذ برنامه‌ریزی کنی، بعد بیاریش رو عمل. و خب طبیعیه ممکنه یه وقتایی یه چیزهایی از جنس منفی، از جنس ترس هم بیاد سراغت. وای نمیشه، اینو الان میخوای چیکارش کنی، اونو میخوای چیکارش کنی، اینو چجوری مدیریتش کنی. چیزایی که خیلی شاید رشته افکاری که خیلی جالب نیستن، یعنی بیشتر این که اولش تو ایده میاد شوق اتفاقات خوبه، ولی میتونی هم به جای اینکه به این خوبیا فکر کنی فقط به منفی‌ها و نشدنش و چیزایی که صد راحت فکر کنی. من توی 4-5 روز گذشته به طور خاص، یعنی به خصوص از سفر برگشتم، خب توی تعطیلاتی بودم برای خودم، از اون سفر برگشتم و متمرکز بودم روی کار. این رشته افکار تو ذهنم بود، اینقدر پیچیده و مبهم بود که اصلا نمیتونستم اول ذهن رو منظم کنم اونو بیارم کاغذ. یعنی می‌خواستم اول یه نظمی تو ذهن بدم بعد بیارمش رو کاغذ. اینجوری بود تا امروز صبح که میگم اون حرکت اون شاخه رو دیدم، گفتم احساس این چی رو میخواد بهت بگه، اگه این خودتی چی رو میخواد بهت بده. و این اومد تو ذهنم تیکه Don't Stop Believing. این آهنگم بچه‌ها من اولین بار این پادکستی که خیلی دوستش دارم، پادکست رادیو جولو، یه پادکست خیلی باحالیه، توصیه می‌کنم گوش کنید، به خصوص اگر به سفر علاقه من باشی. من همیشه
توی سفر رو گوشش میکنم، خیلی باحاله. و یه اپیزود داشتم فکر کنم موزیک سفر 3 اینجوری بود که آدما اون موزیک سفرشون، اون موزیکایی که توی سفر خاص خیلی بهشون چسبیده رو میگفتن. یه دوست عزیز داشت تعریف میکرد که حالا یه سفر اتفاقی قرار بوده برن، برنامه‌ریزی نشده و اینا. این ترک همین Don't Stop Living پخش میشه و خود این ترک داستان داره. موزیسین این یه آدمی بوده که خیلی یه رویایی داشته بره توی بندی، حالا شما خودتون سرچ کنید دیگه، من چیزی که یادم میاد دارم بهتون میگم، بره توی بندی کلی تلاش میکنه و حالا بر حسب یک اتفاقی که بندی که خیلی بند خفن بزرگی بوده، نمیدونم حالا مثلا گیتاریستشون بوده کی بوده، اون یه مشکلی براش پیش میاد و از این پسره که خیلی آرزو داشته که بنده باشه دعوت میکنن و اولین ترکی که میسازه همین Don't Stop Living. واقعا یه سری چیزا وقتی داستانه پشتشو میدونی، خود اونم قشنگه، شعر قشنگی، محتوای قشنگی، خیلی الهام بخش میشه. و ما اصلا خیلی نباید دنبال چیزایی به نظر عجیب غریبی باشیم. همین نشونه های روزمره اگر میگم فقط توی وضعیت خوبی باشه و بخوایم راجبش فکر کنیم، جواب نیازهای اون روزمون، فکرهای اون روزمون. و من خودم اون حرکت شاخه‌ای که بعد تو ذهنم اون Don't Stop Living یهو تو ذهنم اومد که بابا چی داری میگی؟ مثلا فاز چی؟ فاز چیه؟ مگه تو مثلا چیزهای دیگه که می‌خواستی دقیق خودت برنامه‌ریزی کردی، دقیق خودت تو. بچه‌ها من دارم راجع به باور شخصی خودم صحبت می‌کنم. فرمولی که من خودم توی زندگی شخصی خودم بشه کنم. حالا فکر می‌کنم میتونه برای دیگرانی که شاید هم فکر باشیم با هم نگاه باشیم با هم مفید باشه. یه ویدیو دارم برای ضبط، یه ویدیو هم حالا تو یوتیوب میذارم، تو سایتم میذارم. فکر میکنم کلیدواژه هایی هم که برای توضیحش باشه کلیدواژه های عمومی نباشه که مثلا حالا اکسپلور یه نفر بیاد یا ریکام بشه. نه، فکر میکنم برای اونی میبینه اون ویدیو رو که یه چیزی فکر کرده، یه چیزهای دیگه دیده، شاید این ویدیو یه جوری سرش قرار بگیره. یهو با خودم فکر کردم بابا پروژه های قبلی، کارهای قبلی رو مگه دقیق من رقم زدم؟ مگر به این شیوهی که انجام شد رو من مگه خودم تو مخیلم میگنجید به این سادگی و قشنگی بجور؟ یه نمونهش همین داستان سربازیه. اصلا واقعا یه داستان الهام بخشی برای خود من. یعنی من با یک ابر کامپیوترم اگر مغزم فکر میکردم به این سادگی و زیبایی و شیرینی که پروژه سربازی، فرایند سربازی برای من انجام شد، من نمیتونستم انجامش بدم. اصلا نمیتونستم فکر بکنم اینجوری انجامش. یهو به خودم و دیدم این ثمره اون ایمانی بود که داشتم. یعنی واقعا باور داشتم. دیگه فکر کن دیگه بدترین سخت‌ترین چیزش نظام وظیفه است. با یک سیستم نظامی، قانون نظامی سفت و سخت است. این آسون شدن ثمره اون به نظرم باور و ایمانی بود داشتم که آقا کار باید آسون انجام بشه، قشنگ انجام بشه. و هر جا که این بود خیلی قشنگ و خوب انجام شد. و هر جا که خودم میگم خیلی اومدم فکر میکنم آقا این فکره وقتی از یه حدی بیشتر میشه ممکنه تو رو ببره به سمت ترس‌ها، به سمت نشدن‌ها، به سمت چیزهایی پیش ما افتاده که تو وقتی میای تو فرایند به بهترین شکل انجام میشه، به بهترین شکلی که حتی اصلا تو نمی‌تونی راجعش فکر. و حالا چرا دارم اینو میگم بچه‌ها؟ برای مخاطبی که شاید مخاطب معلومه که دارم من معامله‌گر باشه دیگه. یه پرانتزم باز کنم. من این لحظه‌ای که الان نشستم دارم این صحبت رو میکنم فوق‌العاده برام شیرینه بچه‌ها. حتی همین الان که من جسته گریخته یه محتواهایی گذاشتم برای زمینه آموزش، بیشتر تمرکزم رو بعد فنی بود. حالا دوره مقدماتی اوردر فلو که حالا سبک اوردر فلو هست، هم تو یوتیوب هم تو سایت ها میتونید ببینید، در دسترستون فوق‌العاده توصیه میکنم اگر ندیدین و معامله‌گر هستین حتما ببینید، چون سویچ میکنه نگاهتون رو به بازار. من شعاری که داشتم که آقا نگاه متفاوت، ابزار متفاوت، نتیجه میده. و حالا دوستانی که من در دوره کوچینگ اوردر فلو افتخار همراهی باشون داشتم، حالا فراینده کوچینگ داریم با بچه‌ها که من افتخار همراهی باشون دارم تو مسیر رشد معامله‌ای.
بچه اینا بحثی فنی بود. من خودم تصمیمم این بود که از همون جرابای اولی که خواستم بیام به سمت آموزش، گفتم آقا بیام بحث فنی رو بذارم دیگه، اعتماد حجتی بشه، چون ما هم اول دوست داریم دیگه، یعنی این استراتژی، این ابزار، این تکنیک دیگه. اوردر فلو به نظر من کامل ترین نگاهیه که یک ریتیل تریدر میتونه به بازار داشته باشه. دقت کنید، یک ریتیل تریدر میتونه به بازار داشته باشه. گفتم خب بیا بحث فنی رو میذارم برای خودم، برای مخاطبم، خیالم راحت باشه، اتمام حجت اینجا میشه این هست. بعد بیام راجع به اون صحبتایی که دوست دارم و خیلی حالم رو خوب میکنه، خیلی بیشتر از بحث فنی به خودم به شخص حال میده و احساس رضایت میده صحبت. برنامه‌م این بود، یعنی از همون 2 سال پیش که سایت آوردم بالا برنامه همین، ولی دیدم یه کمالگرایی، یه ایدئالگرایی که جریان میفته، اصلا اینه که یه جاده خاکی رو که از این فراینده دور بشه. من این به شخصه یه نیازی بود که داشتم و چه جالب، دقیقا همین امروز صبح که این فیلم و این حرکت نشون بود و اینستاگرام دیگه شد اولین ویدیویی که اینجوری که خودم دوست دارم، بحث فنی هم خیلی دوست دارم کمک میکنه، ولی این چیزیه که شرط لازمه صحبتایی که میخوام با هم داشته باشیم، به نظر شرط کافی، لازم و کافی رو برای نتیجه‌ای که حالا ما بحث هست که فعلا تریدینگ، اون تریدینگ که رسالت ما تو زندگی نیست بگیم ما باید این کارن، نه، برای هممون بچه‌ها یه بهانه است برای رفاه بهتر، زندگی بهتر. این جمله که خیلی دوست داشتم تو سایت نوشتم، ترید در خدمت زندگی، نه زندگی در خدمت. ترید نمی کنیم که صرفا ترید کرده باشیم، هممون یه برنامه هایی داریم و تو ویدیویی که یه عکسشو میذارم اینجا، یه جا میذارم تو ادیت، گفتم دلیل اولی که ما برای ترید انتخاب کردیم چی بوده دیگه؟ فقط پول نبوده بچه‌ها، هممون کلی آلترناتیو دیگه داریم که اتفاقا در کوتاه مدت شاید به خصوص برای بچه‌هایی که میخوان بازش شروع کنن خیلی راحت‌تر از ترید به ما بده. اما تریدر رو انتخابش کردی به خاطر اون آزادیه، به خاطر اون راحتی از این است که کارمندی نه رئیسی، به خاطر اون که واقعا اگر قشنگ ویدیو سنجش بدید که میتونه بهمون کمک کنه که قشنگ و درست زندگی. بهانه بوده دیگه، خودش که اصل نیست، یه بهانه است برای زندگی که اگر اصل بشه واقعا رفتیم جاده خاکی، زندگی رفتیم. ولی بچه‌ها حالا چیزی که مرتبط هست با این صحبتی که امروز با هم داشتیم، این ترید یه خوبی داره. این خوبیش اینه که همه متغیرهامون بچه‌ها در اختیار، به خصوص ماهایی که داریم حالا بیشتر به سمت تریدینگ تا اینوست. حالا یکی فکر کن مثلا آقا داره اینوست میکنه تو بورس ایران، یه اتفاقی میفته خیلی میتونه به زمین و زمان رو درگیر بکنه و مسئولیت رو از شونه خودش خارج کنه. آقا فلان بخش من زدن، فلان قانون رو گذاشتن، بازارا خراب، که از این چیزایی که شما میشه تو کار میدید. ولی ما تریدینگ‌ها هیچ موقع نمیتونیم بگیم فلان همه چی با خودیم، نتیجه خوب برای خودمونه، نتیجه بعدمون هم یه خودمون رو بررسی میکنیم آقا چرا اون نتیجه راضی کننده رو نگرفتیم. خب و اگر میخوایم فکر بکنیم به مثلا یه مغازه‌دار، خب میخوام یه راجع به باور ریشه‌ای که به نظرم باید قلقلک بکنیم و تریدر ذهنی رو راجعش فکر کنیم صحبت. ببین فکر کن یه کاسه بازار، یه کارخونه‌دار، یه مغازه‌دار میگه مثلا راجع به رقم X داره فکر میکنه، آقا یه خط تولید جدید رو انداخته، یک شعبه جدید مغازه باز کرده، حالا شما تو کسب و کارهای مختلف رو در نظر میگی آقا من این کارو میکنم، محصول میارم، خدمات میارم، شرایط میارم، ان شاءالله حالا توکل به خدا بازار رونق میگیره و اون عددی که من میخوام برسم میرسه. از یه جایی رو دیگه به قول معروف مبتز خارج میشه. حالا هر کسی با یه ادبیاتی، یکی میگه توکل به خدا، یکی میگه ان شاءالله اینجا برام میرسونه، یکی میگه ان شاءالله بازار باشه. مفهوم یکی حالا با زبان‌ها و ادبیات‌های اما ما تریدرها نه که همه چی در اختیار خودمونه. مثلا یه حسابی داره X، یکی خب من از این X مثلا میخوام با این Y درصد، آقا بذارید مثال بزنیم راحت قشنگ اکسنس کنیم و درکش کنیم.
این آقا حساب به فرض مثلا $20,000 من پایان ماه مثلا جمع ریواردام بشه 20، حالا ریسک پایان یک باشه میشه 20%، و 20% میشه مثلا $4,000. یه نه من برای این ماه $8,000 میخوام. خب حالا بیام ریسک رو اضافه کنم، ریسک رو از یک بیارم دون، از زیاد خطرناکه به یک تریدری که تریدر بالغه و داره منطقی رفتار، بیام سرمایه رو اضافه بکنم، مثلا بیام راب بگیرم سرمایه رو حالا مثلا 20 رو بکنم 40 تا حسابمو، یا نه اصلا بیام الان دارم ماهی 20 آر میگیرم، بیام نه یه کاری بکنم 20 آر رو بکنم 40 آر. فکر کن با متغیرهایی که در اختیار خودشه، در اختیار خودمونه به عنوان تریدر، میخواد بازی بکنه اینو چیکار میکنه. و داره ترید میکنه، عالی همه چی، ذهن میره سمت اینکه آقا مثلا داره سوینگ نامه، یا بیام دی ترید بکنم، نه آقا من چرا اینو از اینجا گرفتم، بیام اگر من این رو مثلا از بلوک شادو گرفته بودم استاپم کوچیک‌تر بود، اگر این نیوز ترید رو گرفته بودم، اگر این موقعیت رو من سفر نبودم پای بازار بودم، وای من اینجا رو اشتباه کردم، اگر این استاپ رو نخورده، و این اگرها میاره تو ذهنش، اگر من این کارها رو کرده بودم یا اگر من این کارها رو بکنم به اون عدده میرسه. بچه خیلی خوبه ها، ما مرکز کنترل خودمون با تریدرها درونه بوده، دست خودمون، اما یه راجع به این فکر کنیم. یعنی اگر مثلا ما یکم شل کنیم بچه ها، یعنی نخواهیم دقیق برای همه چی هم خودمون برنامه نیستیم. ویدیو تموم شده، نه حالا وسطش باز بزنیم، ویدیو تموم شده، یه فکر کنیم راجع به باحال ترین اتفاقاتی که برامون افتاد، چیزی که خیلی سورپرایز میکنه، نمیدونم هر چیزی. آقا مثلا تو خواستی یه ملکی معامله کنی، یه ملکی خیلی خوبی بهت معرفی شده، قیمت موقعیت عالی، سود خوبی بده، این موقعیت سرمایه گذاری که خیلی خوب و راحت. فقط بچه چند تا فاکتور، این چیزایی که میخوام راجعش فکر کنیم، فاکتوری که نتیجهش خیلی شیرین بوده و فرایندش هم خیلی شیرین و آسون بوده، یعنی دهنمون سرویس نشده، خیلی اذیت نشده فراینده و اون نتیجه. حالا از موقعیت سرمایه گذاری یک معامله خوبی که شاید راحت گرفتیم، یک روز معاملاتی، سفر به حالی که رفتیم، یکی باش سفریم، هر چیزی بچه، هر چیزی که میگم نتیجهش شیرین بوده، فرایندش هم آسون شیرین. واقعا راجعش فکر میکنیم ببینیم خیلی ما اینجوری ما تو مسیر درست بودیم، ولی خیلی ما براش دست و پا نزدیم. این خیلی در مورد اینکه چطور این کار رو انجام بدم یا از چه مسیری کار رو انجام بدم خیلی دست و پا نزدیم. یه جوری آسودگی خیالی داشتیم، یک ایمانی داشتیم که آخه کار خوب انجام میشه. من چیزی که میدونم الان قدم جلو پام رو باید درست انجام بدم. من همیشه بخوام برای خودم یه موقع، یعنی میام توی یه وضعیتی که خیلی دارم فکر میکنم، من میخوام اون وضعیت خودم رو بیارم به وضعیت درست. این مثال رو برای خودم میذارم، میگم مثلا فکر کن تو شب میخوای یه جاده رو بری 800 کیلومتر، آیا تو میای عین اون 800 کیلومتر رو روشن بکنی، عین اون 800 کیلومتر رو راجعش فکر میکنی، یا نه ماشین رو روشن میکنی، ماشین یه نوری میندازه 30 متر جلوتر 40 متر جلوتر، فقط ماشین در حال حرکتی هی 40 متر رو روشن میکنه و تو تاریکی یک 800 کیلومتر رو میری. اون جلوی پا رو و حرکت جلوی پا رو خوب انجام بدیم، درست انجام بدیم، بقیه مسیر بچه خودش روشن میشه. این در حال حرکت باشی، اون باوره، اون ایمانه روشن میکنه بقیه مسیر رو و خیلی راحت و خوب. من خودم این مشکل رو داشتم تو تریدا و حالا هم ممکنه تو تریدا و هم جنبه های دیگه زندگی این مشکل دوباره به وجود میاد که آقا از اول بخوام راجع به همه چی فکر بکنم، همه چی رو فکر میکنم آقا من اگر زیاد راجعش فکر کنم من اون راه حل بهینه رو به دست میارم، در صورتی که آقا اگر همون جلوی پام چیزی که به ذهنم میرسه همون رو بهش ایمان داشته باشم، درست انجامش بدم، ایده های بعدی، راه حل های بعدی، آدم هایی که میتونم بیان کمک بکنن، خیلی چیزایی میذاره میان
و چنان قشنگ حلش میکنه که مثلا راجعش فکر نمی‌کردم و فقط باید ماشینم رو روشن کنم این 5 متر بشه. حالا اینو میگم برای ما معامله‌گرها اگر بخوایم اینو دسته‌بندی کنیم، لفظ روانشناسی ترید رو بهش بدیم، من نمیدونم شمایی که الان داری میبینی تازه ترید رو شروع کردی، میخوای شروع کنی، چند سال از معامله‌گریت گذشته، تو مسیر بلوغی، اون نقطه بلوغ رسیدی، راضی هستی، سودی ضرری من نمیدونم، فقط میدونم ببین اول چیزی که هست آدم باید بیاد تو مسیر درست. همون مثال ماشینه که دارم میزنم، ماشینه باید درست باشه دیگه. اگه میگم این ماشینه همش اعتماد میکنم منو میخواد تو مسیر ببره، اول این خود ماشینه باید درست باشه. آقا این باتریش درست کار بکنه، مسیر رو روشن کنه برام. توی خود ترید اگر یک هدفی داری، یک برنامه‌ریزی داری، قدم اول این ماشینه رو درستش کنی. نگاهه باید درست باشه. من نمیتونم غیر اصولی قمارگونه پای بازار باشم، اصول رو رعایت نکنم، منطق رو رعایت نکنم، همینجوری آقا بدون مدیریت سرمایه، بدون حد ضرر، این داره سیگنال میده امروز با این اندیکاتور آشنا شدم فلان معامله بکنم، بگم آقا توکل به خدا، امید من به جهان منو هدایت میکنه، بریم جلو مسیر روشن چه نزده. مثلا این ماشین خودش ته درست. شرط لازم اینه اول بیاین بود فنی رو درست کنیم با منطق. یه جاهایی بچه شاید نیاز باشه ما تغییر بدیم، سخته ها. برای خود منم آقا اولی که داشتم تکنیکال کلاسیک، ببین اینا بچه ها لفظ میگیم آسون داستانو میگیم، یعنی من تجربه خودم رو دارم تو میگم بچه‌ای که تو دوره کوچینگ بودن فلان، ما همیشه جلسه مشاوره آنلاین دارم و بچه‌ها چون باید باشه آشنا بشن. من متد آموزش وقتی میگه کوچینگ اینجوری نیست که صرفا یه ویدیو ببینن و نه، فرد دانشجو میخواد نتیجه بگیره، هدف داره، منم باید بهش کمک بکنم. لازمه یه کمک کردن اینه که من شناخت داشته باشم. برای همین من همیشه جلسه آنلاین میذارم آقا هدف دست چیه، چه نتایجی داشتی تو ترید تا الان، سود، ضرر، چه آموزشایی. داستانی که برای خودم بوده و همه بچه‌ای که باشون آشنا میشن اینه که آقا من تکنیکال کلاسیک رو دیدم، حالا بچه‌ای که تو اورد فلو هم هستن، حالا اورد فلو اینجوریه که من بچه‌ای که باشون تجربه کار داشتم من همشون حداقل 3-4 سال تجربه داشتن و اینم طبیعیه چون مباحث دیتا لول 2 ترید اصولی و با منطق و تصمیم گیری ابجکتیو رو کسی درک میکنه که عموما حداقل چند سال تجربه ترید داشته باشه، این احساس نیازه براش ایجاد میشه. مگر حالا یه سری بچه‌ای که خب باهوش‌ترن یا خوش‌شانس‌ترن همون تو سالهای اولشون بیاد تو این مسیر میگن آقا من تکنیکال کلاسیک شروع کردم، پرایس اکشن شروع کردم، بعد این دیدم نه این نیازه به اینو. وقتی من میام توی جمله چند دقیقه میگم برای شنونده شاید راحت باشه، ولی کلی هزینه زمانی، هزینه مالی و هزینه فکری داره. وقتی من میخوام یه چیز رو تغییر بدم، تغییر دادن بچه واقعا جسارت میخواد. تو فکر کن اومدی برای یک چیزی کلی زمان گذاشتی، این رو پذیرفتی، حالا میخوای اینو تغییر بدی، بگی آقا اوکی این تغییرم منفی نیستا که من الان تو مسیر اشتباه بودم، من تو بیراهه بودم، وای از اول همه چی رو شروع کنم. من همیشه اینو بچه‌ها میگم آقا نسبت به اون سالهای قبلی معامله‌گری حس منفی نداشته باش. چه حس منفی داشته باشی، حس منفی الان که اومدی مثلا اورد فلو شروع کنی، الان که اومدی اصولی ترید شروع کنی باهات میمونه. اتفاقا حس مثبت باید داشته باشیم هممون، چون جزئی از مسیر رشدمون بوده. چون اگر اون نبود، چون اگر من نمی اومدم اشتباه، نمیگم درسته ها، این که من احمقانه ترید کردم بدون مدیریت سرمایه غیر اصول، اما لااقلش باشه دستمون داغ، دممون گرم که از همون اول درست انجام دادم. من این کار رو انجام ندادم، اما پشت دستمو گرم کرد ایمان من به این که با اصول درست انجام بدم رو زیاد. اگر من با تکنیکال کلاسیک نمی اومدم اول آقا حالا اون شیوه کلاسیک معامله بکنم، احساس نیاز برام ایجاد نمیشد که بیام یه نگاه منطقی تر و حرفه‌ای تر به بازار داشته باشم. پس باید دوستش داشته باشم، مسیر رشد من بوده، مسیر بلوغ من. این حس مثبت رو خواستم اشو داخل پرانتز بهتون بگم. همین صحبت ها اینجا بود که اول این ماشین رو درستش کنیم بچه‌ها، توی ترید کار درست رو انجام بدیم، از مایندست درستی که نسبت به ترید داشته باشیم، جایگاه ترید تو زندگیمون درست باشه،
نه زندگی رو وقت ترید، نه اصولی درست، پیش نیازهایی که خود این پروژه میخواد. جمله داریم خیلی باحاله، میگه ترید سخت ترین راه رسیدن به آسون ترین راه کسب درآمد. معامله گری سخت ترین راه رسیدن به آسون ترین راه کسب درآمد. این آسون ترینش رو که میدونیم و اصلا اینقدر شما خوره راجبش نمیخواید بگید. یعنی این سخت ترینه کار فیزیکی نیست دیگه. تو یک سیستمی هستی با درجه آزادی زیاد، در خلاقیت باز کارهای مختلفی میتونی انجام بدی. سخت ترینه همین فیت کردن درستش توی زندگی، مایندست درست، نگاه درست به بازار. تو بحث فنی که میگن، من اگر میگم حالا اوردر فلو دام والیم تریدینگ، چون تصمیم گیری منطقیه اگر درست انجام بدیم. یعنی من دیدم متاسفانه بچه‌هایی که میان با همین والیم تریدینگ، ابزار همون، اما میان با همون شیوه تصمیم گیری کلاسیک بهش نگاه میکنن. آقا به ما سیگنال بده، من چند تا ابزار رو بذارم اینا با هم آنالیز بده، به من بگه این آنالیزا رو با هم ترکیب کنم، مچ کنم. عین کاری که میومدیم مثلا مووینگ اوریج و مکدی و آر اس آی با هم ترکیب کردیم، حالا اسمو عوض شده اونو داریم. نه بابا، اگه یک ابزاری هست، یک دیتایی هست، بیایم مفهومش رو درک کنیم، با داستان تصمیم گیری منطقیش یاد بگیریم، مفهوم رو درک کنیم، داستان بالا. حالا بیشتر تو بحث فنی نمیخوام برم. این ماشین درست باشه، بعد فنی درست باشه، دیگه ماوردی و بعدشو اون کاری که جلو چشمونه میبینید درست باید انجام بدید. درست میدونم شاید آقا تو ذهنت بخواد برنامه‌ریزی کنی، بگی آقا من مثلا دارم میگم عددی X الان داری از بازار در میاری، یا پتانسیل درآمدید از بازار عدد X، حساب معاملاتی آقا داری حساب میکنی با حالا نتایج معاملاتی، میگه آقا مثلا من 20 میگه عدد میشه عدد X. ولی چیزی که داری فکر میکنی میخوای غیر منطقی هم نه. یعنی مثلا الان آقا یه شرایط عادی باشه بگی من برج خلیفه، نه، 2 تا 3 تا پله‌ای که میتونی درکش میکنی. خب اگه مثلا آقا الان یه ماشین به فرض $10,000 داری سوار میشی، داری راجع ماشین $30,000 فکر میکنی، یه چیزی که برات قابل لمس باشه، نه ماشین کمی. اینو تو هدفمون بچه‌ها داشته باشه. اما میبینی که تو این حساب معاملاتی فعلی، سرمایه‌ای که داری با ریواردی که الان میگیری، یا یه حساب پراپی که الان داری، این عدد ایکسه ولی تو 10 ایکس رو میخوای. بچه این همون نور ماشین است. این نباید بذاره که تو از مسیر درست خارج بشی. من و توی معامله‌گر کار درست رو باید انجام بدیم. خیلی هم راجع به این که حالا این ایکس چجوری میخواد بشه 10 ایکس نباید فکر کنی. اما مثال ماشینه، راهو روشن می‌کنه. کار درست رو انجام بدی. اینقدر و بخوایم تو یک مسیر آسون، قشنگ و آسون بریم جلو. میگم آسون، اینو دارم میگم که راجع یه سری چیزا یادم میاد، دوست دارم پرانتز باز کنم این حرفا نگفته نمونه. ما یه موقع‌هایی کارهایی که از دید ما خیلی بزرگه، خیلی بزرگه از دید ما، میگم از دید ما چون وقتی این نسبیه دیگه همه چیز، این رو میاری در قیاس یه کارهایی توی طبیعت، چیزی دیگه اصلا هیچی نیست، هیچ اصلی نیست، چیزی کاملا پیش پا افتاده است. از دید ما خیلی بزرگه، فکر میکنیم انجام شدنش، طی شدن این مراحل، این تکامل ها خیلی سخته، در صورتی که انجام شدن کارهای بزرگ اگر هماهنگی داشته باشه، اگر تو مسیر درست باشه، خیلی قشنگ و باحال و راحت و خوب انجام میشه. 7-8 ماه پیش بود، مثل همین داستان اینترستلار، یه مستند دیدم، The Biggest Little Farm. The Biggest Little Farm. بچه‌ها اگر ندیدین حتما ببینید. یادم میاد موقعی که دیدم 4-5 روز بعدش تو اینستاگرام یه لایوی گذاشتم که مشکل نت داشتیم، متاسفانه لایو رو سیوش نکردم، ولی سعی میکنم حتما که یادم بمونه یه ویدیو راجعش ضبط کنم، اینو درکی که من از اون داشتم و بذارم بمونه، خودم ببینم اون رو هم ببینید. به نظر موضوع خیلی جالبی. حالا بخوام خلاصه‌اش رو بگم، حتما اگر ندیدید ببینید، و اگر دیدی یه بار دیگه با این درکی که حالا من دارم براتون توضیح میدم یه بار دیگه ببین. آقا یه جایی که یه آب و علف خوش و یه زوجی میاد این رو با روی کرده که خود طبیعت
همه چی رو درست میکنه تبدیلش میکنن به یک مسئله اساسی است. این که میگم خود طبیعت یعنی نه اینکه شما یک جایی که خاک داغونی داره بگی آقا من میام خاک رو عوض میکنم این زمین کارو میکنم، نه، اینا با یک متدی که خود طبیعت این کارو انجام میده و واقعا شما ببینید این مستعد رو سورپرایز میشید آقا چطوری مثلا یه جایی حیوانی زیاد میشه یه حیوان شکاری دیگه میاد اونجا و دوباره طبیعت رو تعادل میرسه. و واقعا در چیزی که برای من مستعد داشت یه کارهای خیلی بزرگ داریم میگیم تو اسکیل خود طبیعت، اگر همه چی تو هماهنگی باشن خیلی راحت و خوب انجام میشه. طبیعت رو نگاه آقا این دمای هوا تغییر میکنه، یه جا سرسبز میشه، درختی میاد کسی زحمت نمیکشه که درخت سبزش بگیره، فقط یه فاکتور دما تغییر میکنه، کلی چیز پیاپی تو طبیعت روشن. و به نظرم ما آدم هم کاری که اگه میتونیم الهامی که از طبیعت بگیریم، الگویی که از طبیعت بگیریم، این هماهنگی رو بیاریم، یعنی سعی نکنیم یه چیزو بگنجونیم یه جا کار رو برای خودمون سر که میگم بچا ترید در خدمت زندگی باشه، یعنی هماهنگی. کار درست رو انجام بدی، ماشینه درست باشه، سیستم معاملاتی درست باشه، نگاه به بازار درست باشه. شرط لازم، شرط کافی چیه؟ شرط کافی اعتماد است. من الان چیزی که از دستم برمیاد، من نباید دچار کمالگرایی تو ترینم بشم. اگر من الان تواناییم ایکسه، همین ایکس رو انجام بدم. این انجام شد دادن این ایکسه، من 3 ماه 4 ماه تراز معاملاتی مثبت منطقی داشته باشم، به من اعتماد به نفس میده. بعد از 3-4 ماه میام این اعتماد به نفس رو خرجش میکنم، این ایکس رو میکنم 1.5 ایکس، میکنم 2 ایکس. پس اول من نباید بیفتم تو کمالگرایی. آقا من اسکل میخوام بکنم، در سشن نیویورک اینجوری معامله میکنم، در سشن لندن اینجوری معامله میکنم، این اینسترومنت چند تا استراتژی و میخوام از هر معامله ریوارد 8 بگیرم. بعد خب مثلا الان جالب آیانایی که میگه هر معامله میخواد ریوارد 8 بگیری، بهش میگه آقا تو پایان ما به چه عددی راضی؟ میگه من 20 ها رو راضیم. خب میگه بابا تو چرا تو هر معامله دنبال ریوارد 8 میگی؟ اینو به هم نمیخونه که. تو اگه قرار باشه تو هر معامله ریوارد 8 بگیری که برای تایم باید بشه ریوارد 300 که و خودت میدونی این نمیشه. این دو تا رو با هم فیت کن، منطقی نگه. تو شروع دنبال کارهای خیلی عجیب غریب بچه‌ها نباشید. چیزی که تواناییش رو داری آسونه توی مرحله معامله گری رو انجام بده. شرط کافی هم رو که اعتماد رو بریم جلو. چند دقیقه پیش گفتم فکر کنیم راجع به اتفاقای دیگه که تو زندگی بابا اینقدر زوم نشین تو خود این ترید. به خود این ترید هم یه چیزی دیگه مثل چیزای دیگه معامله گری، مثل همه کسب و کارهای دیگه درجه آزادی داریم، همه چی در اختیارمونه، ولی نخواهیم من برای همه چی بچه خودمون برنامه ریزی در حدی که جلو مانده رو درست انجام بدیم. ایمان داشته باشید که به بهترین مسیر و ساده ترین مسیر کارا انجام میشه. الان این 2 تا 4 تا نکنید چجوری ریوارد 20 رو بکنم، چجوری اگر حسابم ایکس این حساب ایکس رو بکنم، مثلا بالانس حسابم ایکس چجوری رو بکنم 10 ایکس رو بکنم. کار درست رو انجام بدیم و نگاهمون به این دنیا این باشه که آقا همه چی باید مثل همون اتفاقات باحالی که تو طبیعت هست میگم در عین هماهنگی ساده و روون انجام میشه و لذت بخش. ما هم کارامون لذت بخش و ساده و باحال انجام بشه، از این مسیرم لذت میبرم. همین. حرکت شاخه برای خودم میگم چیزی که دوست داشتم خیلی وقت چند ماه بود بچه‌ها می‌خواستم بشینم اینجوری با هم صحبت کنیم راحت. در فیلم اینترستلار رو آقای کریستوفر نولان که اون ساختن و من اون صبح فیلم رو دیدم، اون شاخه که حالا برای من الهام بخش بود، باعث شد میگم یه سری و بلند صحبت کنم جلوی ویدیو در درجه اول برای خودم و امیدوارم برای شما مفید باشه. و بچه‌ها چند تا سوال داشتیم، فکر کنم شاید نیاز باشه ببینیم هممون چند بار دیگه چند تا سوال مطرح شد. اون حرکت شاخه اگر خود منی باشم که 80-90 سال زندگی کردم رفتم و اومده تو بعد 4 و 5 میخواد یه چیزی رو به من الان 30 ساله بگه آقا سخت نگیر کارو بکن، چی داره میگه اون حرکت شما؟ این راجعش فکر کنید. راجع به شرط لازمه تریدمون به عنوان یک معامله یعنی سیستم و چجوری
ترین در خدمت زندگی باشه، نه زندگی